عناوین اصلی: نمایش اقتدار در جشن ملی پیروزی انقلاب اسلامی. ملت انقلابی اقیانوسی از اتحاد و عزت به وسعت ایران ساختند. تعظیم بدخواهان مقابل ملت انقلابی. رئیس جمهور: ایران در همه زمینه‌ها قدرت حرکت برای ایجاد شرایط نوین را دارد. ملت ایران ملتی نیست که بتوان اراده و تصمیم این ملت را از صحنه اجتماعی و جهانی دور کرد. و در تحریریه خواهید دید مسافران مونیخ به دنبال صلح سوریه. ظریف: برای حل بحران سوریه باید پیش شرط‌ها را کنار گذاشت. وظیفه‌شون اینه که تسهیل بکنن، نه شرط و شروط برای مردم سوریه بذارن. ملت ما در طول این 37 سال این روز را به معنای یک عید واقعی گرامی داشته است. امسال هم خواهید دید به توفیق الهی حضور مردم در خیابان‌ها حضور چشمگیر و دشمن شکنی خواهد بود به فضل الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک ایشان. ملت بزرگ و انقلابی سلام. ایران و ایرانیان سلام. شما امروز و 37مین بار در تاریخ پرعزت انقلاب عزت ایران را به رخ جهانیان کشیدید. رسانه‌های خارجی کنار دوربین‌های ایرانی بودند تا شاید بتونن حماسه حضور شما رو به تصویر بکشن، اما نشوندن این سیل خروشان در لنز محدود دوربین‌ها شدنی نبود. همه ما در همه استان‌های ایران بار دیگه گفتیم که ما انقلابی هستیم. همونهایی که زیر تیغ آفتاب به خیابان اومدن و هم کسانی که زیر بارش برف شعار انقلابی بودن سر دادن. تعبیر رئیس جمهور از این حضور تعظیم بدخواهان
مقابل عظمت ایران بود. سرفرود آوردن مقابل ایران را جوانان با ابتکار پوشیدن لباسهای نظامیان آمریکایی و زانو زدن جلوی مردم به سبک نظامیان بازداشتی آمریکا در خلیج همیشه فارس به نمایش گذاشتند تا 37مین فجر انقلاب با غرور همراه باشه. اما داستان فجر امسال ادامه داره. سیمرغ‌ها امروز بر فراز برج میلاد تهران به پرواز در اومدن و برنده های فیلم فجر در حال معرفی شدن هستند. پایان جشن فجر شروع عید انتخابات. 161 نامزد انتخابات خبرگان رهبری از امروز تبلیغاتشون رو رسما شروع کردن. هماهنگی‌هایی لازم شده تا نامزدها بتونن با مردم از قاب رسانه ملی حرف بزنن. رسانه‌ها در مونیخ آلمان البته روی نشست کمک به حل بحران سوریه متمرکز شدن. وزیر خارجه کشورمون که الان پای میز مذاکره نشسته میگه پیشرفت‌های نامعقول صلح سوریه رو عقب انداخته. نماینده روسیه هم با طرح صلح وارد نشست شده. مسکو امروز از هیئت تجاری کشورمون هم استقبال کرد. اما مردم الرمادی هم از ارتش عراق استقبال کردند. الرمادی مرکز استان علمباره که پس از 11 ماه حضور تکفیری‌ها حالا روی آزادی رو می‌بینه. با خبرهایی از ایران و جهان با شما هستیم. حضور اقتدارآفرین ملتی ستار در جشن 37 سالگی انقلاب. ایران امروز یک پارچه حضور و حماسه بود. ملت بزرگ انقلابی ایران در شهرهای مختلف همچون رودهای خروشان به هم پیوستند و اقیانوسی از اتحاد، حماسه و آزادگی آفریدند. اوج این حضور ملی و میلیونی در تهران و خیابانهای منتهی به میدان آزادی رقم خورد. در برخی شهرها نیز مردم در دمای زیر صفر و زیر بارش برف فریاد عزت و آزادگی سر دادند. رئیس جمهور هم پس از همراهی با سیل خروشان مردم در جمع انبوه راهپیمایان در میدان آزادی 22 بهمن را نماد آغاز حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خود اعلام کرد. آقای روحانی از یک تجربه اثبات شده برای سلطه‌گران دنیا نیز سخن گفت و افزود بدخواهان تسلیم نشدن مردم ایران در برابر فشار و تهدید را تجربه کردند و در برابر عظمت مردم ایران سر فرود آوردند. انتخابات 7 اسفند هم در سخنان رئیس جمهور بود. آقای روحانی بر حضور میلیونی در پای صندوق‌های رای تاکید کرد و گفت حضور ملت در انتخابات در کشور، منطقه و جهان تاثیرگذار است. قطعنامه پایانی راهپیمایی حماسی 22 بهمن مردم را به حماسه آفرینی در انتخابات دعوت کرد. در این قطعنامه که در پایان مراسم راهپیمایی قرائت و با تکبیرهای راهپیمایان تایید شد، شرکت کنندگان ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی با رهبر معظم انقلاب بیعت تازه کردند. راهپیمایان همچنین با اشاره به اینکه ملت ایران همچنان آمریکا را دشمن شماره 1 خود می‌داند، بر لزوم هوشیاری در برابر خطر نفوذ تاکید کردند. تاکید بر حضور حماسی و دشمن شکن همگان در انتخابات 7 اسفند یکی دیگر از محورهای قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن بود. بازتاب جهانی گریه تفنگدار آمریکایی. انتشار تصاویر جدید 10 تفنگدار آمریکایی بازداشت شده در آبهای ایران دوباره این موضوع را به صدر رسانه‌های دنیا آورد. نیروی دریایی آمریکا این تصاویر را عصبانی کننده و غیر قابل قبول خواند. رئیس کمیته نیروهای نظامی سنای آمریکا هم از دولت اوباما به دلیل اهمال در دفاع از شهرت تفنگداران آمریکایی انتقاد کرد. رسانه‌های مختلف غربی نیز ضمن پوشش این موضوع به تحلیل پیام‌های آن پرداختند. زنگ انتخابات به صدا در اومد. نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری از امروز تبلیغات خودشان را رسما آغاز کردند. تبلیغات نامزدها صبح روز پنجشنبه 6 اسفند پایان می‌یابد. در پنجمین انتخابات خبرگان رهبری 161 نفر برای کسب 88 کرسی رقابت می‌کنند. همزمان جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها در صدا و سیما اعلام شد. طبق برنامه که از دل قرعه‌کشی بیرون آمده، هر نامزد یک بار از تلویزیون و یک بار از رادیو با مردم سخن خواهد گفت. هر کدام از این برنامه‌ها یک بار هم تکرار خواهند شد.
راه صلح سوریه این بار از مسیر مونیخ دنبال می شود. نشست بین المللی کمک به حل بحران سوریه از ساعتی قبل با حضور وزیر خارجه ایران و وزرای خارجه 15 کشور و نمایندگان سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای در مونیخ آلمان شروع شده. آقای ظریف پیش از آغاز نشست گفت حل بحران سوریه به علت اصرار بر پیش‌شرط‌های دست نیافتنی، غیر منطقی و غیر قانونی تا حالا عقب مانده. وزیر خارجه آمریکا نشست مونیخ را آخرین تلاش برای حل بحران سوریه ارزیابی کرده. گفته شده نماینده روسیه با پیشنهاد آتشبس زودهنگام در نشست شرکت کرده. قرار است از فردا 52مین کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور نماینده ایران شروع شود. کالای ایرانی راحت‌تر به بازار روسیه میرسه. گسترش روابط اقتصادی تهران مسکو هدف اصلی دیدار هیئت تجاری کشورمان با رئیس گمرک روسیه بود. در این دیدار تاکید شد که گسترش روابط بین بانکی بخش اعظم مشکلات را حل می‌کند. آقای بیلیانینوف هم گفت روسیه برای رفع همه موانع تجاری بین دو کشور تلاش می‌کند. ایران و روسیه قرار است تا حداکثر 2 ماه آینده سند تسهیل کریدور گمرکی امضا کنند. عرضه همچنان بیشتر از تقاضا خواهد بود. این پیشبینی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای بازار جهانی نفت در سال 2016 میلادی است. اوپک گفته در سال 2016 میزان عرضه سازمان با افزایش روزانه 200,000 بشکه به حدود 33 میلیون بشکه خواهد رسید. در ماه‌های اخیر قیمت نفت خام با کاهش 70% به اوپکی ها و غیر اوپکی ها آسیب جدی زده. تورم در ونزوئلا به 700% رسیده. افت قیمت و جنگ افروزی دولت سعودی را هم با کسری بودجه 140 میلیارد دلاری مواجه کرده. شاخص بورس سعودی ها نیز از ابتدای امسال تا کنون حدود 16% کاهش یافته. در ادامه این بخش خبری می‌بینید در آستانه سالگرد انقلاب بحرین رژیم آل خلیفه مشت آهنین را در سرکوب مردم تشدید کرد. سلام، شبتون بخیر. اوج حضور حماسی مردم ایران در جشن 37 سالگی انقلاب اسلامی در تهران بود، جایی که میلیون‌ها ایرانی انقلابی از کوچه‌ها و خیابون‌های پایتخت خودشون رو به مسیر اصلی راهپیمایی و میدان آزادی رسونده بودند. عظمت این حماسه در قاب دوربین‌های خبرنگاران ما نمی‌گنجید، اما اونها تلاش کردند گوشه‌ای از این عظمت ملی رو به تصویر بکشن. با هم گزارش رو می‌بینیم. اینجا در بین ملتی که در بزنگاه‌های تاریخ پایه‌کارند. پایه‌کار انقلاب اسلامی و ایران. کی را افتادید برای ما 7:30 صبح. 8. چرا انقدر زود اومدید؟ به خاطر انقلاب اسلامی. ثابت کنم به دشمن که هیچ وقت نمیتونن چش داشته باشن به کشور و ملت ایران. کمترین کاری که واسه شما تمام می‌کنیم. دینمون رو به انقلاب ادا بکنیم. داریم میرید؟ میدون آزاد. حضور جمعیت چطور بود؟ خیلی زیاد. جمعیت عالیه. حضور مردم خیلی خوب بود. با شکوه و گسترده بود. عالی! از همه نوع قشر اینجا هستن. امروز مردمی که آمدن حرف‌ها داشتن. مرگ بر آمریکا! چون اینقدر محکم میگی؟ به خاطر اینکه نفرت داریم از آمریکا. به دشمن میگم این جمعیت نگاه کن کور شد. دنیا ببینن که مردم ایران همه با همن، از انقلابشون دفاع میکنن. به مسئولین میگم که هوای این جوانا رو داشته باشه. قدر این مردم بدونن اجازه نفوذ به هیچ احدی ندن. ان شاءالله بیان مشکلات اقتصادی مردم رو حل بکنن. تبریک میگم به ملت بزرگ ایران
و هم سپاسگزاری از این ملت غیوری که بعد از 37 سال مثل سالهای اولیه انقلاب در صحنه‌اند. امروز دارای امنیت نمونه در این منطقه هستیم و همه جهان چشم به فعالیت ایران عزیز دوختن و ما میتونیم با کمک مردم و رهبر معظم انقلاب و همه اهدافمون دست پیدا کنیم. مردم با صلابت با استقلال ایستادن، از نظام خودشون، از انقلاب خودشون حمایت میکنن و تا زمانی که این حمایت ها هست نظام جمهوری اسلامی قویتر و مقتدرتر و با صلابتر در صحنه بین‌المللی ایستاده. همینطور که امروز هم مشاهده میکنیم در منطقه، در دنیا سخنی برای گفتن داره و باید مورد حساب و ملاحظه قرار بگیره. امروز مردم با این حضور نشان دادن که همه جوره پای کارند. حتی جوانترها که سن و سالشان هم به سن و سال انقلاب نمیرسد. یه ایرانی هوشیار بیدار و یه ایرانی با تمدن و با ایمان. ما اینجاییم تا از رهبرمون و وجب به وجب خاکمون دفاع کنیم. این انقلاب مال این مردمه، خونهایی واسه این انقلاب ریخته شده. فرق نمیکنه شیعه و سنی، فقط ما میخوایم ثابت بکنیم مملکت ما همیشه مملکت اسلامی بوده و خواهد ماند. جوانانی که وظیفه شناسند و موقعیت ها را خوب میدانند. جوانان امروز دنبال عظمت بودن، دنبال عزت بودن، دنبال بزرگی بودن. به هر حال به وجود اومد. امروز در انقلاب 37 ساله ما جوانانی ظهور و بروز کردند که قطعاً در آرمان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تنه به جوانان سال 57 میزنند. البته شاید برخی تفاوت‌های ظاهری با جوانان سال 57 داشته باشند، اما قطعاً در باورهایشان نقاط مشترک زیادی پیدا می‌شود. شباهت ما همون شعار ماست که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. جوان همون روز، جوان امروزه، هیچ فرقی نمی‌کنه. ما همون رهروان جوانان سال 57، رهروان راه پدران و مادرانمون هستیم. اونا خون دادن، ما هم به پاسداشتی خون اونا داریم میایم اینجا. اونا هم غیرت داشتن به مملکتشون، ما هم غیرت داریم. و الان من در مقابل یه جنگ سخت‌تر هستم به اسم جنگ نرم. اونا ایستادگی کردن، ما هم باید مقاومت کنیم. تا آنجا که حتی فکرش را نمی‌کنی، اراده ها دارند مردان مرد این سرزمین پرگوهر. سرزمین پرگوهری که کلیدواژه‌اش در همه این سالها مقاومت بوده، مقاومتی که همیشه جواب داده. از اولی که از سال 42 که امام شروع کرد با مقاومت مردم بود، در رابطه با جنگ، در رابطه با تحریم ها، در رابطه با مسائل هسته‌ای، یا همین زمان فتنه بوده که مردم با چه تجمع عظیمی فهمودن که این فتنه ها هیچ تأثیری نداره که بخوان انقلاب ما رو برانداز کنن. این حضورشون خودشون مقاومت نشون میده. تا ایران هست و ایرانی هست، این مقاومت پابرجاست. به نظر شما تو کدوم عرصه ما تونستیم موفق؟ خوشبختانه ملت ما تو همه عرصه‌ها خودشون رو نشون دادن، استقامتشون رو به همه کشورهای بیگانه نشون دادن. تو قضیه هسته‌ای به نظرم خیلی ما یعنی مردم بیشتر مقاومت کردن. نمونه بارزش این بود که 5 قدرت بزرگ جهانی رو کشید پای میز. و مقاومتی که در گفته‌های مردم حالا رنگ و بوی اقتصاد هم گرفته. مسئولین دیگه نگن الان دیگه تحریم آزاد شده، همه کالاهای بیرویه وارد کشور بکنن، سعی کنن تولید داخلی رو هدایت کنن، مخصوصا اقتصاد مقاومتی، اعتماد به داشته‌های خودمون، اعتماد به جوانای خودمون، اعتماد به سرمایه‌های درون خودمون. حضور امروز تأکید دوباره است بر استقلال، آزادی و جمهوریت نظام اسلامی و تداوم این حضور فردا در عرصه انتخابات جلوه‌گر خواهد. اما همونطور که در خبرها دیدید، رئیس جمهور سخنران مراسم تهران بود و در میدان آزادی پشت تریبون رفت.
استقلال و عزتخواهی مردم ایران، پیروی مردم از مرجعیت و رهبری دینی در انقلاب و تجربه تسلیم ناپذیری مردم ایران مقابل فشار و تحریم محورهای سخنان آقای روحانی بود. همه جهانیان فهمیدند که این ملت بزرگ و عظیم نه تنها در میدان جنگ و دفاع میتواند در برابر قدرت‌های جهان بایستد و اونها را وادار به شکست و سرافکندگی نماید، بلکه در عرصه دیپلماسی، در عرصه منطق، در عرصه استدلال هم در برابر جهانیان قدرت تفوق دارد. هر کس امروز برای پیشرفت کشور قدمی بردارد او انقلابی است. هر کس امروز برای وحدت ایران تلاش کند او انقلابی است. دولت با همه توان در کنار مردم میتواند معضلات مردم را حل کند و سال آینده سال شکوفایی و پیشرفت کشور ایران به حول و قوه الهی خواهد بود. اما محور دیگه سخنرانی رئیس جمهور انتخابات 7 اسفند بود. آقای روحانی همگان رو به حضور در پای صندوق‌های رأی دعوت کرد. مقاومت ما و اقتدار ما در سایه مشارکت ماست. هیچ کس نباید با صندوق رأی قهر کند. همه مردم پای صندوق آرا بشتابند، همونطور که رهبری معظم دعوت کردند. هم در ایران، هم در منطقه، هم در جهان رأی شهروندان ما، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، دختر و پسر، اقوام مختلف میتواند راهگشا نه برای ما باشد که برای منطقه و جهان باشد. اما اقیانوس اتحاد ملت انقلابی امروز به وسعت ایران بود و مردم در شهرهای کوچیک و بزرگ یک آرمان رو فریاد زدند. راهپیمایی در برخی شهرها در سرمای شدید و حتی زیر بارش برف زمستانی بود. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو همه مردم با هم جشن گرفتند. ما باید واقعا شکر خدا کنیم. بعد از 37 سال نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از سابق باقی مونده. خاری است در چشم دشمنان و وسیله است برای شادی دوستان. باید قدر این ملت و مسئولین بدانند و در حل مشکلاتشون انشالله بکوشند. مردم علاقمند علاقه خودشان را به اصول انقلابی که امام طرح کرده و رهبری طرح میکنه پافشاری میکنن به اون علاقمندان. از ملت بزرگ و بزرگوار ایران اسلامی حق شناسی میکنیم که در گرامی داشت این انقلاب سعی بلیغ میکنند. دستاوردهایی که امروز ملت ایران داره، چه در مسئله هسته‌ای چه در مسائل منطقه‌ای، تماماً با راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب و پیگیری‌های ایشون به ثمر نشست.
است. گیلانیانی که آمدند تا بگویند لحظه‌ای برای سربلندی، عزت ملی و حفظ امنیت کشورشان از پای نمی‌نشینند. ما همیشه مسانه دفاع از انقلاب و آرمان انقلاب خستگی نداره. امروز ما اومدیم میگیم یا امام خامنه‌ای، ما هم آماده ایم که جانمون رو فدای شما بکنیم. 37 سال همونجا میگین مرگ بر امریکا. حضور نشونه چیه؟ این اقتدار مردم، همبستگی. پنجاه و 55 روز دنیا آمده، امروز اومده اولین راهپیماییش رو شروع کرده. تا نفس داریم راه امامون و راه شهدامو ادامه دیم. شماله را هم باید راه ادامه بده. مرگ بر آمریکا!
مردم کشورشون رو دوست دارن، انقلابشون رو دوست دارن. شهدا با خون خودشون، ما هم با حضور خودمون. خب تصاویر گوشه‌ای از اقیانوس خروشان مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن رو دیدیم. این حضور میلیونی بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای دنیا هم داشته. برخی رسانه‌های غربی و عربی سعی کردند این حماسه رو کمرنگ جلوه بدن، اما برخی شبکه‌ها هم رفتار انفعالی رو کنار گذاشتن و سخنرانی رئیس جمهور رو به صورت زنده پخش کردند. طبق آماری که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده، 365 خبرنگار، عکاس و عوامل گروه‌های تلویزیونی رسانه‌های خارجی از 22 کشور مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال رو پوشش دادند. جنگ‌های خبرنگار شبکه فونیکس چینه که از شهر شانگهای به تهران اومده تا عید انقلاب رو از نزدیک ببینه. جمعیت زیادی از جوانان پر انرژی رو در این هوای سرد دیدم. خیلی برام جالب بود. در چین هم چنین جمعیتی رو ندیده بودم. علاوه بر این خبرنگار چینی، 280 خبرنگار خارجی تلاش کردند این جشن با شکوه رو پوشش خبری بدن. جشنی که در 37 سال گذشته صحنه حضور و بصیرت مردم ایران بوده. با گذشت 37 سال از انقلاب ایران تغییری در انگیزه مردم ایران نمی‌بینم. انگیزه‌ای که نشان دهنده وفاداری آنهاست. واقعیت اینه که مردم ایران مردم صادقی هستند و بر بیعت خود با انقلاب اسلامی پایبندند. این حضور واقعیت امروز ایرانه. تصاویری که می‌بینید نیازی به تفسیر نداره. مردم ایران یک بار دیگر ما میتوانیم را تفسیر کردند. واقعیتی که صداقت رسانه‌های بین‌المللی رو هم طلب می‌کنه. حدود 3000 دوربین امروز لحظات خلق حماسه بزرگ ملت ایران رو شکار کردند. حالا افکار عمومی جهان منتظر انعکاس واقعیت‌های این حماسه بزرگ است. حسن یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان آزادی. و در ادامه تحریریه خواهید دید پرواز سیمرغ‌ها در آسمان سینمای ایران، معرفی برگزیده‌های جشنواره فیلم فجر به دقایق پایانی رسیده. قطار چین از راه ابریشم وارد ایران شد. نخستین قطار باری چین با پیمودن مسیر 10339 کیلومتری در 2 هفته و رد شدن از قزاقستان و ترکمنستان وارد ایستگاه سرخس خراسان رضوی شد. انتظار می‌رود با آغاز این گونه فعالیت‌های تجاری از طریق خطوط ریلی، سهم تجارت چین با خاورمیانه و آسیای مرکزی افزایش چشمگیری یابد. این نخستین اقدام عملی رئیس جمهور چین پس از سفر چند هفته پیشش به ایران برای گسترش همکاری‌های دوجانبه است. عملیات آزادسازی گروگان‌ها در دومین شهر بزرگ حلب به جریان افتاده. ارتش سوریه و نیروهای مقاومت با پیشروی‌های جدید در استان اصلی محل سکونت تکفیری‌ها حلب خود را به 7 کیلومتری شهر الباب رساندند. الباب دومین شهر بزرگ استان حلب است که تکفیری‌ها برای حفظ آن هزینه زیادی کردند. گفته می‌شود تکفیری‌ها مردم شهر را مجبور کردند که یا کنار آنها بجنگند و یا به عنوان سپر انسانی مقابل گلوله‌ها بروند. نیروهای مردمی هم در حومه شمالی حلب توانستند منطقه منق و فرودگاه نظامی این منطقه را آزاد کنند. سیطره بر فرودگاه منق امکان دسترسی به بزرگراه بین‌المللی حلب ترکیه را فراهم می‌کند. موج شادی در الرمادی. با ورود نیروهای ارتش عراق به شهر الرمادی موجی از شادی در میان مردم به راه افتاد. مردم از ارتشی‌ها بابت بیرون راندن تروریست‌ها از کاشانه‌شان قدردانی کردند. الرمادی مرکز استان الانبار در غرب عراق که 11 ماه در اشغال تروریست‌های داعش بود، پس از چند بار دست به دست شدن طعم آزادی را چشید. با بازگشایی جاده الرمادی به بغداد امکان بازگشت همه آوارگان هم مهیا شد. گام بعدی آزادسازی موصل است.
واحنا نشكرهم جزيل الشكر. تشکر می‌کنیم از نیروهای ارتش و مقاومت که دوباره امنیت رو برای ما به ارمغان آوردند. رژیم آل خلیفه مشت آهنین در سرکوب مردم بحرین را تشدید کرده. در 3 روز مانده به سالگرد آغاز انقلاب علیه آل خلیفه این رژیم هشدار داده که با هر گونه برگزاری تظاهرات در 14 فوریه به شدت برخورد می‌کند. نیروهای امنیتی آل خلیفه به همراه نظامیان آل سعود در شهرها و روستاهای بحرین مستقر شدند. دیشب تظاهرات اهالی مناطق دراز، اکر، مالکیه و نویدرات سرکوب شد. 3 روز دیگر 5مین سالگرد قیام مردم بحرین علیه رژیم سلطنتی است. بحرین با توجه به جمعیت کمش با 4000 زندانی از نظر تعداد زندانیان در رتبه نخست کشورهای عربی قرار دارد. این آمار نشان می‌دهد که به ازای هر 100,000 نفر 301 بحرینی زندانی هستند. رئیس جمهور فراری یمن یک جزیره را به امارات پیشکش کرد. شبکه تلویزیونی المیادین گفته منصور هادی بر سر اجاره 99 ساله جزیره سقطرای یمن با امارات به توافق رسیده. گفته می شود قرار است در این جزیره طرح‌های اقتصادی و گردشگری اجرا شود و امارات به پاس مشارکتش در حملات به مردم یمن این پاداش را گرفته. سقطرا یک جزیره توریستی در دهانه خلیج عدن و تحت حاکمیت یمن است. سعودی ها هم در 24 ساعت اخیر بمباران یمن را تشدید کردند. در یکی از حملات منیر الحکیمی کارگردان تلویزیونی شبکه الیمن به همراه همسر و 3 فرزندش به شهادت رسید. یمنی ها نیز پایگاه‌های متجاوزان در اسیر و نجران را هدف حملات خود قرار دادند. منابع خبری گفتند افزایش تلفات و خسارات سعودی ها جانشین ولیعهد عربستان را برای عیادت نظامیان زخمی به بیمارستان کشانده. یمنی ها با برگزاری تظاهرات حمایت آمریکا از جنایات رژیم سعودی را محکوم کردند. و در ادامه همین بخش خبری می‌بینید گفتگو با نامزد ریاست فیفا، ایران تاثیرگذارترین تیم آسیا است. ایران است تاپ رنک در آسیا. امروز ایران بالاترین مقام و رتبه داره. اما نشست کمک به حل بحران سوریه این بار هم نه در دمشق که در مونیخ برگزار شده. نشستی که هرچند با چند طرح آتش‌بس از جمله طرح روسا در حال برگزاریه، اما مجموع اتفاقات میدانی و سابقه مذاکرات قبلی پیشبینی رسیدن زودهنگام به این نتیجه را سخت کرده. آخرین آمار کشته شده‌های سوری رو سازمان ملل 18 ماه پیش 250,000 نفر اعلام کرده بود. گزارشی ابتدا از مونیخ ببینید. شهر مونیخ که با اجلاس امنیتی سالانه‌اش خود را در کانون توجهات سیاسی قرار می‌دهد، این بار علاوه بر اجلاس امنیتی همیشگی از ساعتی پیش میزبان نشست گروه بین‌المللی حل و فصل بحران سوریه است. نشستی که پس از کارشکنی‌های برخی کشورهای غربی و منطقه‌ای در دور قبلی مذاکرات سوریه به نظر پیچیده خواهد بود. زمان بسیار تنگه و فرصت گذشته و هر چه سریعتر کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه ضرورت داره که واقعیات منطقه، خطر داعش و مبارزه مشترک همه ما با افراطگرایی و فرقه‌گرایی در این منطقه رو درک بکنن و به یک راه حل معقول برای پایان دادن به بحران سوریه برسن. یکی از مهمترین علل پیچیده و سخت شدن گفتگوهای سوریه عدم هماهنگی و برداشت‌های یکجانبه است که برخی کشورهای منطقه و غربی از موضوع تروریسم و گروه‌های تروریستی دارند. نیاز هست که مذاکرات با جدیت دنبال بشه و همینطور نیاز هست که مشخص بشه که گروه‌های معارضه و گروه‌های تروریستی چه گروه‌هایی هستند که بتوانند در این مذاکرات شرکت کنند. با این حال تا پیش از آغاز مذاکرات آقای ظریف با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، وانگ یی وزیر امور خارجه چین، استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان و ایاز مدنی دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی درباره موضوع سوریه و نشست امشب گفتگو کرد. کارشناسان معتقدند نشست امشب بسیار پرتنش و پیچیده خواهد بود، چرا که بعد از پیروزی‌های نیروهای ارتش و مردمی در سوریه برخی از کشورهای منطقه احساس می‌کنند که در سوریه قافیه رو باختند.
احمد صمدی، خبرگزاری صدا و سیما، مونیخ. خب آقای رویوران کارشناس مسائل غرب آسیا خبر 21 رو همراهی میکنه. آقای رویوران سلام، شبتون بخیر. منم خدمت شما عرض ادب و سلام دارم. خیلی ممنون. آقای رویوران به نظر شما نتایج امشب کمکی به حل بحران سوریه میکنه؟ میشه اصلا به نتایج نشست امشب امیدوار بود؟ آیا سوریا به این زودی ها روی آرامش رو میبینن؟ ببینید در صحنه منطقه‌ای و بین المللی و حتی داخلی یه نوع اجماع وجود دارد بر اینکه راه حل بحران در سوریه سیاسی است و این مایه امیدواری است. اما آنچه که تا حدود این امیدواری را کم رنگ میکنه اینه که از ابتدا پیش شرط این بوده که هیچ کسی پیش شرطی نذاره و همه پای میز گفتگو باشن، ولی متاسفانه در مونیخ برخلاف اجلاس‌های قبلی در وین و ژنو آمریکا پیش شرط‌هایی مطرح کرده که این میزان امیدواری را کم کرده. آقای رویوران وزیر خارجه سعودی تهدید کرده بود که اگه مذاکرات سیاسی درباره سوریه به نتیجه نرسه طرح ب رو شروع میکنه. اینکه این طرح ب دقیقاً چیه معلوم نیست و عادل الجبیر هم چیزی از جزئیاتش نگفته. رئیس جمهور ترکیه هم گفته صبر ما در برابر تحولات سوریه تا ابد ادامه نداره. از طرف دیگه وزیر خارجه آمریکا هم گفته که نشست مونیخ آخرین تلاش برای به نتیجه رسیدن بحران سوریه است. اگه ما این خبرها رو به صورت زنجیره‌ای کنار هم قرار بدیم، آیا این به این معنی نیستش که احتمال دخالت نظامی در سوریه وجود داره؟ ببینید از 5 سال پیش تا کنون آنچه که بوده دخالت نظامی بوده. عربستان هر آنچه میتونسته، آمریکا همچنین، ترکیه همچنین. لذا طرح بی‌ای که اونها مطرح میکنن مستهلک شده و ازش استفاده شده و آنها در این صحنه ناموفق بودن. لذا آنچه که الان مطرح میشه به نظرم چیز جدیدی نمیتونه باشه، بلکه به نوعی یک نوع تهدید برای سهمخواهی و تا حدودی آمریکا و همپیمانانش سعی میکنن در آینده سوریه از طریق این نوع گفتمان سهمی برای خودشون به دست بیارن، در حالی که اینها در بحران سوریه شکست خوردن و ارتش سوریه با پیشرفتن و آزاد کردن شهرها داره بسیاری از طرحهای آنها را با شکست مواجه میکنه. بله، اما ارتباط ما با آقای امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه هم برقرار شده. آقای امیر عبداللهیان سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. آقای امیر عبداللهیان محور نشست امشب چی هستش؟ میشه بفرمایید؟ حدود 40 دقیقه هست که جلسه شروع شده با حضور وزرای خارجه و همچنین آقای یان الیاس قائم مقام دبیرکل سازمان ملل. بعد از مشکلی که در گفتگوهای ژنو پیش آمد و به دلیل ورود برخی از افرادی که جزء گروه‌های مسلح و تروریستی بودند به روند مذاکرات، این مذاکرات متوقف شد. امروز بحث بر سر این هست که چگونه میتوان در دو مسیر مبارزه با تروریسم و روند سیاسی به مردم سوریه کمک کرد و به حل بحران سوریه از طریق سیاسی کمک کرد. یکی از ایده هایی که در رایزنی هایی که از صبح امروز در سطح وزرای خارجه و در دیدارها مطرح شده، ایده ای هست که در مناطقی که گروه های تروریستی حضور ندارند امکان آتش بس مورد بررسی قرار بگیره و همچنین ارسال کمک های انسان دوستانه به همه مناطق. منتها چون جلسه تازه شروع شده قطعا جلسه پرچالشی خواهد بود. باید دید که روند جلسه چه سمت سویی رو خواهد داشت. مهم این است که جمهوری اسلامی ایران مواضع اصولی خودش رو در حمایت از مردم سوریه در مبارزه با تروریسم و در تأکید بر راه حل سیاسی با قوت در این جلسه هم دنبال خواهد. آقای امیر عبداللهیان، امروز عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی از طرح ب نام برده و گفته که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه ما سراغ طرح ب میریم. اصلا این طرح ب جزئیات شما ازش میدونید چیه، یا اینکه اساسا پشت پرده این گونه طرح‌های که عربستان و سعودی و ترکیه هستن و حالا تحلیل مختلفی در این خصوص صورت گرفته چی هستش؟
سعودی‌ها که احساس میکنن در عرصه میدانی با مشکلات جدی گروه‌های مسلحی و تروریستی که مورد حمایتشون بوده مواجه شدن، تلاش دارن با برخی از بلوف‌های سیاسی و البته با برخی از اقداماتی که به عمل می‌آورند در عرصه میدانی تغییراتی رو به نفع خودشون ایجاد بکنن. اون چرا که در فضای جلسه امشب ما تا این لحظه مطرح هست، تأکید همه طرف‌ها بر ضرورت راه حل سیاسی هست و اینکه سخنانی همچون طرح بی و یا اقدام در واقع نظامی در سوریه مغایر با روند سیاسی است که در گفتگوهای وین 1 و 2 و نیویورک راجع به اون توافق شده و در مجموع تا اینجای جلسه هم فضای جلسه به گونه‌ای است که اکثر شرکت کنندگان بر تقویت روند سیاسی و مبارزه با تروریسم تاکید دارند، ولی خب جلسه پرچالشی هست و امیدوار هستیم که به یک جنبندی مناسبی دست پیدا کنیم. متشکرم آقای امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه، و آقای رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا. با هر دوی این عزیزان خداحافظی میکنم. اما شما بینندگان عزیز همچنان ما را همراهی بفرمایید. در بخش تعاملی و آخرین اخبار از جشنواره فجر باهاتون خواهیم بود. میتونید نظرات خودتون هم از راههایی که زیرنویس میشه با ما در میون بذارید. قطار شهری شیراز هم روی ریل رفت. قطار شهری شهید مطهری شیراز با هزینه 47 میلیارد تومانی افتتاح شد تا رفت و آمد از جنوب شرق شیراز به شمال غرب راحت‌تر و کم هزینه تر بشه. قطار شهری شیراز فعلا 25 واگن داره. به خوبی پیش می رویم. ترکیه گفته مذاکرات با اسرائیل برای رفع اختلافات دو طرف به خوبی پیش می رود. گفته شده که محل مذاکرات ترکیه با رژیم صهیونیستی سوئیس بوده است. صهیونیست‌ها از آنکارا خواستند از جنبش حماس فلسطین فاصله بگیرند. پاکستان توافقی 15 ساله با قطر برای واردات گاز طبیعی مایع امضا کرد. قرار است پاکستان از قطر سالانه 3,750,000 تن گاز طبیعی مایع وارد کند. ارزش قرارداد 16 میلیارد دلار اعلام شد. 60 کشته و 78 زخمی در حمله تروریستی داعش به آوارگان در شمال نیجریه. از 3 عامل انتحاری 2 عامل حمله‌های انتحاری رو اجرا کردند، اما سومی با دیدن خانواده‌اش در میان آوارگان خودش رو تسلیم کرد. تلفات زلزله تایوان به 55 تن رسید. طبق آخرین خبرها امدادگران همچنان به دنبال 83 مفقودی هستند که در زیر آوار برج 17 طبقه قرار گرفتار شدند. سازنده برج همچنان به علت رعایت نکردن قوانین ساختمانی در بازداشت. در شورش زندانیان در یکی از زندانیان مکزیک 52 نفر کشته شدند. شورش در شمال شرق مکزیک روی داد. گفته شده برخی زندانیان هم فرار کردند. و مدرسه‌ای که 15 دانش آموز دوقلو داره. این مدرسه ابتدایی در دوبلین پایتخت ایرلند که از 470 دانش آموز 15 دانش آموز دوقلو داره. خب نوبت خبرهای ورزشی آقای قاضی میرسعید. سلام، بفرمایید. خیلی متشکرم آقای صادقی. به نام خدا و سلام خدمت شما هستیم با تقدیم چند خبر ورزشی و در ابتدا یک گزارش از فوتبال رو تقدیم حضورتون میکنم. جیانی اینفانتینو دبیرکل یوفا یکی از 5 نامزد اصلی ریاست فیفا هم هست. در گفتگوی اختصاصی با ما گفت ایران تاثیرگذارترین تیم فوتبال قاره آسیا است. همیشه روزهای قبل از انتخابات روزهای مهم و حساسیه. اونهایی که میخوان تو انتخابات شرکت کنن باید از برنامه‌های نامزدها آگاه بشن و بهترین انتخاب رو بکنن.
و نامزدها هم تمام تلاششون رو میکنن تا با ارائه بهترین برنامه‌ها رای دهندگان رو مجاب به انتخابشون بکنن. چند روز دیگه قرار انتخابات رئیس فیفا برگزار بشه و نامزدهای کسب این عنوان برای پیروزی تلاش خودشون رو آغاز کردن. یکی از نامزدهایی که خودش اعتقاد داره احتمال پیروزیش در این انتخابات خیلی زیاده، ژیانی اینفانتینو دبیرکل فعلی اتحادیه فوتبال اروپا است. من بسیار اطمینان دارم نسبت به انتخابات فوریه 26 پیش رو، به خاطری که من دارم سفر میکنم در سراسر دنیا. ژیانی از حضورش در ایران گفت: در آسیا امروز ایران بالاترین مقام و رتبه رو داره و فکر میکنم در آینده ایران باید یکی از کشورهای پیشرو در عرصه جهانی در زمینه فوتبال باشه و به همین دلیل است که من اینجا. اینفانتینو درباره مهمترین برنامه‌های خودش گفت: من به جام جهانی اعتقاد دارم که 40 تا تیم در اون حضور دارن و به همین دلیل آسیا مطمئنا تیم‌های بیشتری خواهد داشت در شرکت کردن و این برای توسعه فوتبال و ارتقای فوتبال نقش بسیار مهمی داره. مبارزه با فساد در فوتبال که این روزا صحبتش خیلی هم زیاده، یکی از مهمترین اهداف ژیانیه. اگه من باشم مطمئن باشید فسادی نخواهد بود. واکنش نامزد ریاست فیفا به استفاده ابزاری و سیاسی برخی کشورها از فوتبال هم جالب بود. برای من فوتباله و سیاسته و کاملا باید جدا از هم باشه. نمیتونیم اجازه بدیم که از فوتبال برای دلایل سیاسی سوء استفاده بشه. اینفانتینو که 24 ساعت بیشتر در ایران نبود، در همین فرصت کوتاه زیبایی‌های ایران حسابی اون رو شگفت زده کرد. میتونم بگم که مردم ایران بسیار رابطه دوستانه‌ای دارند و بسیار مهربون هستند. امنیت و مطمئنا داره آدم. زیرساخت نه تنها فوتبال بلکه زیرساخت کلی جامعه خیلی خوب از حیث جاده ها، از حیث هتل ها. 15 روز دیگه انتخابات فیفا با حضور 5 نامزد برگزار میشه و حالا باید منتظر انتخابات 26 فوریه فیفا باشیم و ببینیم در صورت موفقیت آقای ژیانی اینفانتینو در این انتخابات چقدر وعده‌های ایشون عملی میشه. حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما. تشکر ایران. بریم سراغ فوتسال. تیم ملی کشورمون فردا از ساعت 15 در دومین دیدارش در رقابت‌های ازبکستان مقابل چین صف‌آرایی خواهد کرد. چین هم تیم خوبی هست و کاری به بازی قبلش نداریم. چیزی که برای ما مهم هست اینه که ما روز به روز بهتر بازی کنیم، بهتر نتیجه بگیریم که از لحاظ روحی شرایط بازیکنامون بهتر میشن. این کمک میکنه که ما برای بازی‌های نهایی شرایط خوبی داشته باشیم. قصد و هدف ما قهرمانی است، به خاطر همین ما سعی میکنیم که بهترین عملکرد داشته باشیم. اما در بازی‌های مهم امروز از گروه سوم تایلند با اختلاف 1 گل 5-4 تاجیکستان رو برد و از گروه چهارم هم ژاپن با 1 گل قطر را از پیش روی برداشت. و با این خبر از فوتبال خبرهای ورزشی این ساعت رو به پایان میبریم. هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون فردا با 4 مسابقه آغاز میشه که در مهمترین اونها پرسپولیس با فولاد و تراکتورسازی با استقلال خوزستان دیدار میکنه. در 2 بازی دیگه هم سایپا با سپاهان و پدیده با سبای قم برابر هم صف‌آرایی خواهند کرد. برنامه بازی‌های فردا رو هم ملاحظه می‌فرمایید. سپاس که همراه ما بودید. با خبرهای ورزشی برمیگردیم به ادامه خبرها با کارشناس هواشناسی. به نام خدا، سلام بر شما. امروز از مناطق مختلف 10 استان کشور بارش برف و همینطور 7 استان هم بارش بارون داشتن. تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی و همینطور مسائلی که بر روی جو کشورمون اتفاق افتاد، سردی هوا باعث شد که به خاطر همین بیشترین بارش‌ها بیشتر به شکل برف نمایان بشه. انتظار داریم این سامانه باشه عمدتاً فعالیتش امروز در شرق و جنوب شرق کشورمون متمرکز باشه و فردا هم از مرزهای شرقی کشورمون با امداد فردا خارج بشه. مسیر حرکت این سامانه بارشی رو همونطور که ملاحظه می‌کنید از غرب به سمت شرق بوده. در حال حاضر هم در کرمان و رفسنجان بارش‌ها به شکل برف نمایان شدن. پیش بینی می‌کنیم فردا در قالب نقاط کشورمون جو آرومی رو داشته باشیم، بنابراین آسمانی صاف و آفتابی رو در اکثر نقاط شمال غرب کشورمون و همینطور بخش‌های غربی مرکزی کشور داریم. منتها بیشتر پدیده غالب در بخش‌های شرقی و جنوب شرقی کشورمون وزش باد خواهد بود که خراسان جنوبی، یزد و همینطور کرمان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. بخش‌های شرقی
استان هرمزگان، اینجا مناطقی هستن که علاوه بر اینکه فردا وزش باد دارن، امشب هم کاملا شرایطشون مهیا خواهد بود برای بارندگی که البته در ارتفاعات کرمان باز هم بارش‌ها به شکل برف نمایان خواهد شد. ضمن که از فردا به تدریج بر میزان دمای هوا در سطح کشور هم افزوده خواهد شد. فردا و پس فردا جو آرومی در سایر نقاط کشور پیش رو داریم. با موسوی همراه باشید. خیلی ممنون آقای زرابی. اما جشنواره فیلم فجر بالاخره به ایستگاه آخر رسید و از ساعت پیش سیمرغ‌هاش بر فراز برج میلاد تهران به پرواز درآمدند. به این ترتیب انتظار نامزدها به سر اومد و سیمرغ‌ها یکی یکی روی شونه صاحباشون نشستن. مراسم اختتامیه از ساعت 7 بعد از ظهر شروع شده و همکارم ابراهیم زاده که در محل مراسم همکنون ارتباطش با ما برقراره. آقای ابراهیم زاده سلام، شبتون بخیر. سلام به شما و بینندگان خبر 21. همونطور که شما بله بفرمایید که تا الان چند تا سیمرغ معرفی شدن؟ مراسم اختتامیه 34مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر لحظاتی هست که به پایان رسیده و سیمرغ‌ها برگزیدگان خودشون رو شناختن. باعث به اطلاع شما و بینندگان محترم برسونم که سیمرغ بهترین فیلم این دوره از جشنواره به فیلم ایستاده در غبار به تهیه کنندگی آقای حبیب والینژاد اهدا شد. همچنین سیمرغ بهترین کارگردانی به سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز، سیمرغ بازیگر نقش اول مرد به آقای پرویز پرستویی برای بازی در فیلم بادیگارد و سیمرغ بازیگر نقش اول زن به خانم پریناز ایزدیار برای بازی در فیلم ابد و یک روز اهدا شد. سیمرغ بهترین فیلمنامه هم به سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز و همچنین جایزه ویژه بهترین فیلم از نگاه ملی به فیلم نفس خانم نرگس آبیار اهدا شد. بله خیلی ممنون، متشکرم که آخرین اطلاعات رو از جشنواره فیلم فجر ما هم این جشنواره رو آخر گذاشتیم که بتونیم از آخرین اخبار مطلع شیم. اما در بخش تعاملی همچنان پیام‌های زیادی رو به ما دادید. میتونید پیام‌هاتون رو از راههایی که الان در حال زیرنویس شدنه در آدرس تلگرام یا اینستاگرام یا شماره پیامک به ما اعلام کنید. آقای مهدی از تهران پرسیده که تکلیف قانونی که چند وقت پیش تصویب شد مبنی بر اینکه بدون کارت سربازی همیشه گواهی میگرفت چی شد؟ نفر بعدی یکی از هموطنانمون که کشاورز هم هست پرسید دولت چرا بیمه گندم پارسال کشاورزان رو پرداخت نمیکنه. در خصوص اخبار 21 هم همچنان نظرهای زیادی اومده. برخی از هموطنان از وله‌ها و آهنگ عناوین گفتن که یکی هم خشن و تند هست اونو عوض کنید. برخی هم در خصوص پوشش راهپیمایی 22 بهمن تشکر کردن. ممنون که با ما همراه بودید. فردا جمعه 23 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی، 3 جمادی الاول سال 1437 هجری قمری و 12 فوریه سال 2016 میلادی است. اذان صبح در تهران ساعت 5:31 طلوع آفتاب ساعت 6:55 اذان ظهر ساعت 12:19 و اذان مغرب ساعت 18:01 خواهد بود. نیمه شب شرعی امشب هم ساعت 23:36 است. در پایان عناوین اصلی را بازگو می‌کنم. نمایش اقتدار در جشن ملی پیروزی انقلاب اسلامی. ملت انقلابی اقیانوسی از اتحاد و عزت به وسعت ایران ساختند. تعظیم بدخواهان مقابل ملت انقلابی. رئیس جمهور: ایران در همه زمینه‌ها قدرت حرکت برای ایجاد شرایط نوین را دارد. ملت ایران ملتی نیست که بتوان اراده و تصمیم این ملت را از صحنه اجتماعی و جهانی دور کرد. و مسافران مونیخ به دنبال صلح سوریه. ظریف: برای حل بحران سوریه باید پیش شرط‌ها را کنار گذاشت. وظیفه‌شون اینه که تسهیل بکنن، نه شرط و شروط برای مردم سوریه بذارن. پیروز و پایدار باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.